کدوم شیر برای خواب بهتره؟ شیر گرم یا شیر سرد؟ کدوم شکلات برای مغز مفیدتره؟ شکلات تلخ یا شکلات شیری؟ کدام نان قند خون را کمتر افزایش میدهد؟ نان سفید یا نان سبوس‌سار؟ کافئین کدوم بیدارتر نگه می‌داره؟ چای یا قهوه؟ کدوم یکی برای قلب بهتره؟ گردو یا بادام؟ کدوم یکی پروتئین بهتری داره؟ تخم مرغ آبپز یا نیمرو؟ کدومش ویتامین C بیشتری داره؟ کدوم یکی دندونا رو بیشتر تخریب میکنه؟ نوشابه یا آب میوه طبیعی؟ جواب اینو شما تو کامنت ها بگی.